بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. در هر برنامه ما اویدی یک موضوعی صحبت میکنیم و این نوبت تصمیم گرفتیم اویدی موضوعی صحبت کرده باشیم که بیشتر تعلق دارد به سلامتی مردان. بیشتر نفر میخواهند سخن درباره این نموده بیماری کنند، لکن شاید کمی هم شرم کرده باشند. اندرولوژیا خصوصا برای مردها، یعنی راههایی که تناسل مردانه میگیم، آموزش میکند، تشخیص میکند و طبابت میکند. چگونه علامت‌هایی دارد تا اونی که دانند و حتما نزد طبیب اندرولوگ بروند تا اونی که دیر نکنند. همچون طبیب باید ما سری طبیبی داریم، یعنی همین با دیگر کس اشکار نمیشود، بین طبیب و بین بیمار این چیز میماند. در معلوماتی آمده است که بیشتر فائز بالاتری بینسلی رو به مردان تکیه میدهند. آیا این هم راست است؟ یک سال فرزنددار نشدم، باید ما همچون متخصص طرف مردانگی ما تشخیص را گذارانیم و از طرف زن ما داریم طبیب امراض زنانه، باید زن را با تشخیص گذارانم. بگویید که 5 بیماری که بیشتر به نظر میرسند اون کدام هاست؟ جای اول رو اشغال میکنند. پروستاتا میگن، بیماری التهاب مزمن غدودی پیشجوی، التهاب شدید غدودی پیشجوی و راههای پیشابرو. یکمشون تولد شده است و پس از اون باز اویله جوان است، میخواهند فرزندی دیگری رو به دنیا آوردنی باشند، چون ماه میگذرد، سالها میگذرد، بی نتیجه است. چون اویله مثلا همسرشون از تشخیص میگذرند، مرد میرود باز از تشخیص میگذرد. اینجا چگونه علامت دیده میشود؟ لطفا میگذرد، یعنی پیدا شوی امبریون، محکم شوی همون روح مشکل شدنش ممکن، پیدا شدنش ممکن. یعنی بسیار است این خیلی آدمانی بیمارانی که ما با آنها تشخیصی به ضرورتی دومین درجه میگذاریم. سبب‌های اون خیلی گوناگون است. اشتراکتان عرضی سپاس میکنیم. رحمت برای تکلیف. خب بینندگان عزیز و ارجمند، اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه. با امید صحتی و سالمی تا برنامه‌های دیگر با هر یک شما خداحافظی میکنیم. تن صحت و سالم بمانید. خیر.